درود شنونده های گرامی، سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار دوم. تابستانی سال 1881 دهکده شل و دهه‌های تابع آن چشمه قوزی و قلعه دشت در یک موضع خیلی زیبا جای گرفته است. در دامنه کوه‌های سر به فلک کشیده که با یک غرور خاص سر به گردون‌ها کوفتن می‌خواهند و از سینه آنها چشمه‌های صاف و زلال فواره زده جانب دهه‌ها می‌شتابند تا نباتات و حیوانات و فرزند آدم را از آغوش تشنگی رها داده زمین‌های کشباب این موضع را شاداب گردانند. دهه چشمه قوزی بالاتر از دهکده شول جایگیر است. مردم در سرگه دره خانه ساختند و شاید خواستند که آشیان ایشان در پهلوی لانه عقابانی بلند پرواز و صاحب غرور باشد. از آن بلندی به پهنای ساحل دریای سرخاب می نگریستند و رفت و آمد مردم را تماشا می کردند. مکانی زیبا و دلرباست و اطراف و اکناف دهه طعنه به باغ ایرم می زند. این دهه از قدیم الایام میان مردم قراتگین با مردان نامدار و عالمان و دانشمندش مشهور بود. داملا لطفالله که در این ده به عالم روشن آمده بود، در حولی پدر به وایه رسید و به قول همدهه ها چند سال خشتی مدرسه های دور و نزدیک را بالیشت کرده بالاخره به دهه برگشت و خانه‌دار شد. وی نه کسب امامی را پذیرفت و نه در مدرسه دهه مدرس شد. به کسب بابایی دست زد. گاهی فارغ کار برای خویش و تبار پاره از سرگذشت گذشتگان را از کتاب‌های غفص از بابا کلان میراث مانده می‌خواند و بچه‌های حد و همسایه را کم و بیش از مسائل فقه اسلام سبق می گفت. دیگر وقت خود را یا در باغ حولی خانه پدر می گذرانید و یا بالای دهه سر زمین می برآمد و تا یک قاطی شب پی رزق خانواده سرگردان بود. در یکی از آن روزهای همان سالی که ذکرش را در آغاز به یاد آوردیم، او خسته و اندیشمند از دروازه پستک بابایی بیرون برآمده طرف زمینی از 7 پشتش میراث مانده راه پیش گرفت. از چشمان خسته‌اش معلوم بود که چند روز آخر به راحت خواب نکرده است. با وجود خستگی طبعش بالیده بود. احیان در لبان خشکیده اش تبسم هویدا می گردید. شاید از به یاد آوردن واقعه خوش در دل ذوق می برد. صبح بخیر شریک و گوشش رسید آواز آشنا و او را به عالم هستی خواند. والله اگر شخصی ناشناس در این گوشه خلوت تبسم کنان رفتنی تو را بیند، بیشک به تندرستیت شبه می کند. سلامت باشید شریک، نوبتی خرسندی ما بوده است. مهمانی نو مبارک. شب از مسجد برگشتم، خانگی ها خبر دادن که صاحبی فرزند شده ای. رحمت برادر، خداوند خانه شما را هم پر کند. بیچاره همسرم سخت کسل شد، ترسان ما را. درد 1 هفته طول کشید و قریب که امیدمان میکند. نه دارو و درمان کمپیر نصیب مدد رساند و نه تمار و تشتاو ملا اکرم. شکر که فرجام کار خوب بود. پای و قدمش مبارک بوده است. و زمینی گندمت می نگرم و دلم گواهی می دهد که این سال حاصلی فراوان می گیری. حاصلی فراوان که گرفتی توی تماشا هم می شده گیسته. شکر خداوند که در خانواده ما دومین فرزند به دنیا آمد. نام آدم از جریده عالم گم نمی شود اکنون. فرزند داد خداست، خواه پسر باشد خواه دختر،
شکرانه کردنمان در کار. دعا کنیم که دنیا را تنج و امان ماند، فرزندانمان به وایه رسند، دم پیری عصای دستمان شوند. ای شریک، چند سال پیشتر شرایط خوبتر بود. کل یومین بدتر گفته است عرب. منقید بلای زمان بوده است. سالهای تحصیل در بخارای شریف مردم آزاری این قبیله را دیده بودم. گمان نداشتم که طرفهای ما هم می آیند. همش از بی‌صاحبی قوم. اگر هر قوم فرزندی ارزنده داشته باشد که خلق را راهبری کند، قوم بیگانه نمی تواند به ملک او، به ثروت و دولت او صاحب شود. ملک بی صاحب میدان اسب تازی هر کس و ناکس می گردد. راست گفتی شریک، خدای نظر منقید هر روز یک خراج نو علاوه کرده ایستاده است. پیشتر ملک قراتگین که پادشاهی خودش را داشت، فقرا فقط به خزینه شاه باج و خراج می سپرد. زمان حکمرانی خان خوقند هم چندان بد نبود روزگار مردم، ولی 3-4 سال اخیر شلح شد کار. خدا می داند عاقبت کاری منقیدها به کجا می رسد. همش در دست پروردگار است. اگر خدا زده خدا نظر منقید می بود، آنقدر علم نمی کرد به کس. بدی کار همین است که این بدبخت در خاندان تاجیک به دنیا آمده است و از شیر مادری تاجیک قوت و درمان گرفته به وایه رسیده است. اما حلقه غلامی منقید را به خود قبول کرده و قطار آنها هم قومان خیش را رنج می دهد، تاراج می نماید. داد و فریادی ما سود ندارد، بهترش بگه به حولی ما بیا. خانگی ها مصلحت کردند و تیاری دیدند. همین طفلی نوزاده میگم نام کنیم. حد و همسایه خیش و تبار جمع می شوند. شما نیز بیایید. اگر مخفی نباشد اسمی شعر بچه را پیشکی می شنیدیم، شاید مصلحتی بنده نیز در کار باشد. خانگی ها خواهش دارند که نصرت الله نامش گذاریم. بگاه خیش و تبار جمع شوند، فکر ایشان را میگیرم. اگر گپی مرا گوش کنی، به حرمت خدا از این نام خوبتر و بهترش نمی یابی. شاید خداوند پی و قدمش را مبارک می آرد و تو فعل این طفل بیگناه ما به دشمن خیش ظفر می یابیم. باز ردیف نام خودت. لطفالله به گپ دوستش جواب نگفته سکوت ورزید. سیفالدین از سکوت او معنی گرفت و خیر تا بگاه شریک، اگر نصیبی نان و نمک باشد رسیده می آیم، گفت و طرفی باغ سرگهی ده راه پیش گرفت. لطفالله با اشاره سر سخنان او را تصدیق نمود و بعد نگاهش به نقطه نامعلوم بند خورد. در همان حالت کمی نشست. روزگار جوانی پیش رو جلوگر شد. ها پدر دهقان که زمان در مدارس دیار خویش تعلیم گرفته بود، شب و روز مهنت میکرد، جانش را عذاب میداد و برای وی شرایط فراهم می آورد. بچم، بهترین نعمت خداوند علم است و رسول اکرم فرمودند از گهواره تا گور علم بیجو. و جای دیگر فرموده علم را طلب کنید اگر در چین باشد. بعضی از علما این حدیث رسول اکرم را نادرست تفسیر می کنند. می گویند که پیامبر علم شعر را در نظر دارد. توبه! علم شعر در ملکی که رعیتش به اسلام ارتباط ندارد چی کار می کند؟ خاصه در دوران زندگی رسول اکرم. مقصد از این اندرز آن است که امت مسلمان تمام علمهای دنیا را از بر نماید و به واسطه دانش اندوخته مشکلات زندگی را حل کند. این حرفهای مرا پیلته گوش کن پسرم. من به خاطر تو زحمت میکشم که صاحب علم باشی.
اگر رازگی مرا بخواهی تا آن روز که در تنم قوت و درمان هست و دستانم کار میکنن تو علم بیاموز پسرم، شاید روز تو را به کار آید. میگفت رحمتی پدر جانش را عذاب میداد تا فرزندش صاحب علم شود و او توانست چند سال در مدرسه های شنگیریچ و غرم تعلیم بگیرد. بعدتر تحصیل را در مدرسه چوبینی یرخیچ قلعه تومن هایید دوام داد. مدرسه یرخیچ آوازدار بود، مدرس های معروف داشت و او را پدرش به هایید فرستاد. 3-4 سال از کنار پدر و مادر دور علم آموخت. جوان که دانش و استعداد خوب داشت با اجازه استادان برای ادامه تحصیل راه بخارا را پیش گرفت. در مدرسه میر عرب چند سال خشتگی سر مانده خواند و بعد ختم به زادگاهش برگشت. اکنون در این زمانه علم آموختن هم مشکل شده است، اندیشید در دل. برای آرامانه زندگی کردن تنها دانستن علم فریب و نیرنگ کافی است. خدا نظر آتلیق سگی وفاداری دربار منقیتی ها بوده است. حیف مادر تاجیک که چون این فرزند بیگانه پرور را حیات بخشید. به خاطر خرسندی امیر مظفر خان اینقدر خرابی آورد در قلعه خم، چقدر مردان وطن دوست کوهستان را به خاک و خون زد. شکر که آنها برابس نمردند، برای وطن جان فدا کردند. و دشمن اثبات کردند که کوهستانی ثروت ندارد و لیک ننگ و ناموس دارد. لطفالله یک زوم به زردی نوری آفتاب که در دامن کوه پیشارو با تدریج پهن میشد نگریست. طبیعت پیش چشم او حسن میگرداند، لحظه به لحظه زیباتر و دلرباتر میگردید. از قسمت جای گریز نیست، اندیشمندانه زیر لب غرغر کرد او. خداوند در نصیبمان هرچی را که تقدیر کرده باشد همان را میبینیم. خدا به بچه ها عمر دراز دهد. دهکده شول پاره از سرزمین قراتیگین بود و قرنهای پیشین این سرزمین کوهستان را رشت می نامیدند. در بعضی سرچشمه ها رشت آمده است. ملکی آزاد و آباد بوده است و مردمش به کشاورزی و چارواداری مشغول بودند. یکی سه مردان این دیار پی تحصیل تا ممالک دور می رفتند و قسمت دیگری آنها به تجارت شغل داشتند. زمانی که حالا ما به یاد آوردن می خواهیم، قراتیگین یک مملکت مستقل و خودسر بود که چندین بار بیگانگان به خاک آن هجوم آوردند و مردان مبارزش را سر به خاک افکنده آن را مدت تصرف نمودند. اما این خاکی مردخیز باز جوانان مبارز و شجاع وطن دوست و ملت پرور پیدا شدند و در مقابل اجنبیان مردانه جنگیده خاک مقدس آن را از قدم نحس ایشان پاک گرداندند. این بلاد در طرف شرق و شمال شهر بخارا در مسافه دوری 74 فرسخ جای گرفته هنوز در همان زمان که قصه ما آغاز گردید زمین‌های حاصلخیز و طبیعتی زیبا داشت و مردم به اسب بازی و اسب تازی محبت داشتند. اسب‌های خوشزاد را از ملک ختلان و عرب می آوردند. روزهای خرسندی، پایگه و بزکشی شغل دوست داشته مردم این مکان بود. و چوگان بازی نیز مشهور بودند. زمین هموار در کوهستان کم است، ولی حاصل این زمین ها شکم مردم را سیر می کرد. چاروای پرورده مردم فربه و سالم بود و گوشتی با لذت داشت، زیرا رستنی های شفابخش در آغوش کوههای آسمان بوس خیلی زیاد است. مثل دیگر ملک های عالم
در این سرزمین تاجران و دولتمندان نیز بودند. تاجران به کشورهای دور و نزدیک سفر می‌کردند و به سرزمین قراتیگین مال می‌آوردند. قراتیگینیان به علم آموزی رغبت زیاد داشتند و پی دریافت علم تا بخارا و سمرقند، کابل و کشمیر و دیگر ممالک هم مذهب می رفتند. قصه کوتاه، تا سال 1832 یک دولت کاملا مستقل بود و شاهزادگان آن برای تحصیل به دولت‌های دور و نزدیک می رفتند و قطار طالب علمان دیگر چند سال خاک مدرسه لیسیده علم‌های معروف زمانی خویش را از بر کرده باز به وطن برمی گشتند. سالهای 30 قرن 19 با سپارش خان حقند عالم خان، مدلی خان اتلیق به قراتیگین لشکر کشید و بعد جنگ‌های شدید شاه قراتیگین شکست خورده طرفی وادی وخیا عقب نشینی کرد. وی به دربار شاهی درواز محمود شاه رسول فرستاد و یاری حربی پرسید. محمود شاه دلاور هم به خاطر همسایگی و خویش و تباری با لشکر گران به یاری وی آمد. مظفر شاه باقی مانده لشکرش را غون داشته در رکاب محمود شاه تا دهه سر پول آمد. در این موضع بین لشکر محمود شاه و مدلی خان جنگ رخ داد. قراتیگینی و دروازی همگی 4 روز در مقابل لشکر صاحب تجربه پایداری کردند و روز 5 سربازان چون شکست را پی بردند رو به هزیمت آوردند. مظفر شاه نیز با چند تن از درباریان خویش دنبال آنها فرار کرد. لشکر خان به مرکز شاهیگری قراتیگین شهر غرم بازگشت. مدلی خان از ترس آنکه مبادا دیگر همسایگان مظفر شاه به مدد وی آیند برای گفت و شنید جانب او قاصد فرستاد. شاه قراتیگین منتظر چنین دعوت نبود. هیچ باور نداشت که ترکی بدجهل و غالب بعد تصرف کشور با مغلوب گفت و شنید نماید. همین بود که فرصت را از دست نداده از اهل دربار چند نفر را برای گفت و شنید حضور فرمانده حقندی روانه کرد. چون رسولان شاه وارد شهر غرم گردیدند از دیدن وضع دود از دماغ ایشان برآمد. رسته و گلگشت ها خراب گردیده و چند خانه سوخته. معلوم بود که ترکان سنگدل سوار اسب غضب خانه های دولت مردان را آتش زده همه دارایی های آنها را که از ترس فرصت پنهان کردن نیافته بودند غارت نمودند. طبقه های پرنقش و نگار دروازه قلعه را شکسته بودند. یک قسمت دیوار قلعه را ویران کردند. هنوز از خانه های آتش گرفته دود غلیظ بالا می رفت و هوای اطراف را نفس گیر می کرد. مدلی خان اتلیق آنها را خوش پذیرفت و جامه های زرباف پوشاند و مجلسی با شکوه برگزار کرد. مظفر شاه به عیب خویش گرفتار این قدر رنج گردید و از نادانی او مردمان بیگناه کشته شدند. چندین ده و دهکده ویران و ولنگار شد. آرامانه و آمیرانه گفت مدلی خان او در دوام سلطنتش بار به خدمت خان بزرگ نرفت. با بزرگان باید سازش کرد و اطاعت. دنیا را خداوند در همین صورت آفریده است. تا دنیا بود دست بالای دست بود است. ضعیفان اگر در عالم پشتیبان نداشته باشند هر آینه نمی توانند آرام و آسوده زندگی کنند. ما آمده ایم که با او سازش کنیم و اطاعت خان را به ذمه بگیرد و باج و خراج بسپارد. برای خدمت سال 400 نوکر فرستد. یکی از اشراف زاده سروری نوکران را به دوش داشته باشد. دیگر دعوایی نداریم. الهی 1000 سال دیگر در میان کوههای سربلند حکمرانی کند. احمد بای که سروری سفیران مظفر شاه را به عهده داشت مرد سخنور و زیرک بود. دست پیش بر از جای بلند شد.
و عزت مدلی خان را بجا آورده گفت: بزرگوارا، کرمی شما را حد و اندازه نیست. هرچی گذشت از نادانی ما بود. ما مردمی کوهساده هستیم و از شهرهای کلان دور. آن دانش و معرفت و عقل و ذکاوتی که مردم شهرها راست و ما نصیب نکرده است. ما کجا و کجا؟ اگر جناب شما چند تن از غلامان دربار خان را برای مصلحت می‌فرستاد، حرف ایشان را به گوش دیل می‌شنیدیم. از شاه سر کرده تا سپاه و آستان بوسی خان معظم می‌رفتیم. هرچی بود گذشت. خداوند در لوح قضا هرچی نوشت کسی نمی‌تواند آن را دیگر کند. قلم ازل می‌داند و حکم پروردگار عظیم و شأن. اندیشه آینده ملکداری را باید کرد. اگر خان بزرگ ما را در قطار رعیتی خویش جای دهد و شرف دست بوسی او نصیبمان گردد، برایمان بختی بزرگ است. مظفرشاه نیست به همین عقیده است. در آن صورت بر وی برسانید که می تواند و پایتخت دولت خود بیاید و ما را به صفت مهمان قبول نماید تا باقی صحبت را در حضور وی و اتمام رسانیم. بعد امضای سازشنامه صلح دوباره به تخت سلطنت قرار گرفت شاه ترسو. در اساس سازشنامه وظیفه‌دار بود که هر سال به خانگری خوقند باج و خیرات سپارد و برای تقویت لشکرش از شماره جوانان به قوت کوهستانی نوکر فرستد و باید فرمانده این لشکر یکی از شاهزادگان قراتگینی می بود. همه شرطهای خان خوقند را به خاطر نگاه داشتن سلطنت خویش به ذمه گرفت. شنونده های گرامی، شما رامانی کیفری دلواری میرزا رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان سطوری شنیدید. محرر عابدجان سعیدزاده، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار دوم.